مجسمه ساز امروز ما در پژوهشگر باغ هنرمندان شهر تهران هستیم. امروز 5 فوریه سال 2025. من آقای پویانو حاضر شرح می‌دهد هر یک همین چیزا مجسمه ها. رضا مافی خوشنویس صاحب نام از هنرمندان تاثیرگذار در هنر معاصر ایران. سید حسین میرخانی از اساتید صاحب سبک در خط نستعلیق معاصر. محمد بهرامی طراح ترافیک، نگارگر و از پایه‌گذاران گرافیک معاصر. پرویز کلانتری نقاش، طراح، نویسنده و روزنامه‌نگار معاصر. حسن اسماعیل زاده هنرمند نقاش به سبک قهوه‌خانه‌ای. جواد حمیدی نقاش معاصر ایران. هوشنگ کاظمی افلاس تمام. قباد شیوا طراح گرافیک. من دیدید اینجا باغ هنرمندان، تمام آدمایی که خدمت کردگی برای ایران. اینجا من مجسمه های موندگی حدود 30 نفر هستن اینجا. برای خاطرات تاریخ گواه آن است که آدم ها فراموش نمیکنن کی بود چی بود چی کارهای انجام داد. من امروز بینید باد و هوا در اینجا چون تاجیکستان گرم، حدود 13-14 گرادوس. من باغ با آدم ها سیر و کار کشید. این طرف ماشین های زیاد من رفت و آمد کرده استاده است. من این باغ من قسمت دیگری باغ هنرمندان. من سلامت باشید. دوستی بین خلق‌ها پاینده بود.